اما 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 کجایی که اکبرتو کشتن؟ کوسه، لاکن تو هم که آمدی این همه سال توی کوسه را تو خشکی نگه داشتم من. حالا امشب سبزی پلو با کوسه ماهی داریم. اما تو زهر رو تو 30 ثانیه با یه چشمک من انداختی بالا، اما نبودی ببینی این سدلی جز جگر زده چه خونه به دل ما کرد و تا این یه چیک زهر رو کردیم تو قلقومش. حالا لاکن من که نیستم، لاکن تو هم نیستی. اینگونه نباشد که این سیدلی خودش چه غلطی میکنن. والا من نمیدونم، بذار خودش بیاد، از خودش بپرس. امام جون شما اینجا چی میکنی؟ من اینجا نایب شیطانم، هفته 3 روز براش کلاس میذارم. اما اینجا وضعیت بازار چطوره؟ مزنه پسته و زمینایی تو جهنم دست ده؟ ای مارمولکم ملیجک، اینجا هیچ غلطی نمیتوانی بکنی. من تو دهن تو میزنم، تو دهن هیتلر میزنم، تو دهن محمد رضا میزنم. دعا میکنم که همه آدم بشن، لکن همه با هم اینجا برشته میشیم. اما من الان نگران بچه ها، دفتر یاسر رو پلم کرده، مهدیم هم که تو زندانه و بقیه هم که بی پدر شدن. چرا گریه میکنی؟ ای توف به قبر من با این ولایت فقیهی که درست کردم. چی فکر میکردین؟ لکن چی شد؟ برو فعلا یه دیگ واسه خودت جور کن که خربزه آبه. راستی اما اینجا تونستی آب برام مجانی کنی؟ تیکه ننداز قرش مال، آرزو به دل ماندی، ریشم لاکن در نیاوردی کوسه بابا. من تو را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت جهنم منصوب میکنم. را بیافت بابا، حال نداری. اما نفله این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیستا. خفه بمیر، لاکن گم بشو.